بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیزم، هموطنان گرامی خودم. امروز 25 تیر ماه و این صوت مهم و در رابطه با حملات اخیر دشمن این چند روزه به کشورمونه و همچون که مستحضرید به اقصا نقاط کشور داره حمله میکنه. نزدیک بیمارستان رو هدف قرار داده، کارخونه آب معدنی رو هدف قرار داده، زیرساخت داره میزنه، پل داره میزنه و غیره و غیره و غیره، فرودگاه داره میزنه. خب از چی شروع شد؟ از زدن چند تا آنتن و رادار و دکل مخابراتی تو سیریک شروع شد. واکنش ندید، یا آرام آرام بهتره بگیم واکنش دید اما واکنش بازدارنده براش نبود. چیکار کرد؟ همینجوری توسعه داد و خیلی جالبه، روزا انگار نه انگار تو این کشور مثلا دیشبش جنگ بوده، نیست، شبش دوباره جنگ درست میکنه، روزا تموم. الان تهران میاد یه پاکدش میزنه، نمیدونم خدمت شما پارچین میزنه، سمنان یه دونه میزنه، ریز ریز داره همینجوری توسعه میده. اصطلاحا داره ما رو قورباغه پزمون میکنه. این اصطلاحی، حالا میگن قورباغه رو اگه توی آب داغ بندازی میپره بیرون، اما اگر توی آب بذاری زیرش روشن بکنی آروم آروم آب داغ بشه اون تو میپزه و بیرون نمیپره. خب دارن همین کارو با ما میکنن. یعنی چی؟ دقیقاً اون فرصتایی که لازم شد ما که مخالفتایی که میکردیم، میگفتیم آقای آتش بس نپذیرید، دلیلش این بود چون میدونستیم دشمن خرش اپل بگذره. این جام جهانی یک فرصتی بود که میتونست مثل آوار بر سر ترامپ خراب بشه، بیچاره کنه ترامپو. اما با این آتش بسی یه دلار اومد پایین، میخوام نفت اومد پایین دوباره روی $70، اینا ذخایرشون رو پر کنن، ببینید تموم شد همه چی و فلان. خب الانم که باز ریز ریز داره شروع میکنه، با پایان جام جهانی داره شروع میکنه. میبینید دیگه همه اینا قابل پیش بینی بود و نکاتی که قبلا عرض کردم. وقتی سیریک رو میزد و مشاور آقای دکتر غالیباف میاد میگفت چه همون جای دیروزی رو زده، جای خاصی نیستش، نمیدونم فلان، این یعنی چی؟ ولی دشمن میگه خب هیچی، خب الحمدلله اینا سرن و میخوان بگن انگار که انه گربه بود ما ندیدیم. خب همینجوری ریز ریز داره توسعه. این توسعه اونقدر نیستش که تو بگی برم وارد جنگ بشم، نسبت به دیروز یه خورده اضافه تر شده. متوجه؟ دمای زیر قورباغه رو 1 درجه 2 درجه داره همینجوری بیشتر میکنن دیگه. خب همین اتفاق داره میفته. اون روزی که لبنان رو میزد اسرائیل و ما اگر محکم و قاطعانه 100 تا موشک میزدیم، خب اون میگفتن تمام اینا اصلا میگن، یا آروم آروم کوتاه آمدیم. شرط این بود اول پلوی بلوکه شده اون آزاد کن تا اصلا تازه وارد مذاکره شیم. نکردن، گفتیم ولش کن حالا میریم ان شاء الله. انداختن تو مذاکره. خب این 6 میلیارد کدوم بانک بزنم؟ این بانک مثل این بازاریه که میخوان چکتو ندن، نقد نکنن، امروز فردا میکنن. 12 میلیارد اینجا، 6 میلیارد دلار اونجا، بذار ببینیم چی میشه. چی میخوای عوضش؟ ذرت بهت بدم عوضش، نمیدونم فلان. یعنی انگار اصلشو پذیرفتم، حالا عوض پول چی میخوای؟ همینجوری زمان برد که دقیقاً باز هم نکته که عرض کردم تو همین صوتام هست که آقا فروردین اردیبهشت جنگ ادامه پیدا کنه به مراتب برای ما بهتر تا تیر ماه، چون مصرف انرژی تو کمترین میزانشه، هوا اونقدر گرم نیست کولرها روشن باشه، اونقدر سرد نیست گازا دیگه، سرما رو رد کردیم، زمستون رو رد کردیم که گاز لازم داشته باشیم. از قضا ما تو همین تایم باید ادامه بدیم. خود ترامپ اعتراف کرد 4 هفته بیشتر اگه اینا ما بیشتر دیگه ذخایر استراتژیک نداشتیم. خب ببین حالا این اتفاق افتاده و اون جایی که جلو لبنان جزو شروط ما بود محکم باید وای میستادیم کلا تخلیه. برو سر جای خود، یک نفرتون نباید تو مرز لبنان باشه، جنوب و غیر جنوب نداره. خب یه گلوله نباید شلیک بشه، محکم میستادیم، همینو حل شده بود. هر جا شما خط قرمز خودتو اجازه بدید دشمن یک تاچ کنه، یه تماس کوچیک باش بگیره، بعدش دیگه آره همینجوری دیگه بعد ادامه میده، همینطوری میاد جلو. اونم اینا که استاد این کاران. الان هم ضرباتی که داره میزنه یک نوع برداشت این وجود داره که داره برای حمله زمینی آماده میکنه. چرا داره زره ارتشو میزنه؟ چرا داره پادگانو داره میزنه اون طرف تو سیستان و بلوچستان؟ داره حاشیه جنوب رو کاملا خدمت شما عرض بکنم آماده میکنه برای یه روزی که بخواد حمله زمینی هم بکنه، یا حداقل داره اینطور برای ما القا میکنه. دقیقاً ما الان باید چیکار کنیم؟ ما باید سطح تنش رو، پلکان تنش رو جوری ببریم بالا. خب بنده به نظر من این میرسه، یعنی اگر رو برای مقدمات زمینی داره کاری انجام میده دقیقاً همین اتفاق باید بیفته. یعنی ما باید کاری انجام بدیم که بشه ضربات سنگین به اینها برای از غذا جنگ زمینی زد. این یک. دو، روی بخش گروگان گرفتن اقتصاد جهانی باید بسیار جدی عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه این بار تنگی هرمز باب المندب با هم بسته بشه، محکم وایستاد، بگیم یه جوری میبندیم دیگه نتونیم باز کنیم ها. مین ریزی میخوایم بکنیم، خودمونم بیاد یه سال طول میکشه بازش کنیم ها. مصر برای اینکه کانال سوئز ملی کنه 8 سال اونو بسته نگه داشت عزیزان، 8 سال.
بعضی از این ناوایی که توی کانال سوئز گیر افتاده بود روشون یه شن، طوفان شن اونجا زیاده دیگه، نشسته بود شده بود یه زرد رنگ شده بود، برای اون شعر دارن، برای اون قصه دارن، ضرب المثل شده بود. بله، یا این نیستش که یه هفته باز کن، یه هفته ببند، 2 هفته باز کن. شیر مگه؟ خب شیر فلکه است مثلا، خب شورش در میاد. این یک بار باید بپذیرن آقا، و همون روز اول که گفتش که حالا تا 60 روز فلان نگیم، یعنی چی؟ من ولو شده ایران باید میگفتش که نفر 1 قرون بدید بیاد رد شید، اما بپذیرید که بعد این 1 قرون رو بدید و فقط از این مسیر رد شید. خب چطور 10 تا شرط ما گذاشتیم، ترام گفت باشه همه‌شو قبول میکنم. برای چون که نیاز داشت، از قضیه نشون میداد نیاز داره. این از اون طرف. راجع به بحث بازدارندگی هسته‌ای هم که بالا این پستی که گذاشتم رو ببینید شما، خب توی کانال شما ببینید تا چطور خود دشمن داره اعتراف میکنه. خود آقای قالیباف داره تو صحبتش میگه که مهمترین چیزی که اینا مطالبه میکردن، دائم هی میگفتن، مسئله هسته‌ای بود تو مذاکرات. خب از همینجا باید بفهمید اون اصلیه برای اون چیه. ما تمام هزینه‌های اتمی شدن رو دادیم. کشورها میترسن اتمی بشن که تحریم بشن. ما 5 برابر کره شمالی از تحریم شدیم. کشورها میترسن اتمی بشن که بشن حمله نظامی نشه توسط کشورهایی که داره فناوری اتمی و سلاح اتمی هستن. هم ما با پاکستان درگیری نظامی داشتیم 2 سال پیش مرزی، با اسرائیل که دیگه میدونید، آمریکا هم که میدونید. اصلا ما همه هزینه‌های اتمی شدن رو دادیم. خب بعد بازم با این وجود می‌بینین 450 کیلو براشون مهم. بازم داره میگه ما کوه کلنگو می‌خوایم هدف قرار بدیم. یعنی مسئله شون اینه، میگه من اونو حل بکنم دیگه میخواد چیکار کنه؟ ها ما فراموش نکنیم یا یه جا باید یه چیزی رو گردن بگیریم. الان هم باز جلو شما بگیریم خیلی بهتر از 6 ماه دیگه است. اینا میدونن این ماجرا باید اونقدر ادامه بدن چه در داخل آشوب و شورش بشه. شما دیدید دوباره الان تصاویر اومده بیرون که باز دوباره این موبایل‌ها اینا ریختن که نمیدونم فلان پاساژ باید بسته بشه، نمیدونم چی باید تعطیل بشه. دوباره این 18 19 اون میخواد ما رو درگیر خودمون در داخل بکنه. هی داره زمان میخره که چی؟ فشار اقتصادی رو ما بیاد. تک تک این چیزایی که ریز ریز داره میزنه اینا اثرات داره. اینا بعداً ماده اولیه فلانجا رو تولید میکنه. این نمیدونم برق کجاست، اون نمیدونم واحد یوتیلیتی کدوم پتروشیمیه. اینا رو که داره میزنه این نمیدونم راهن به همانجاست. تمام این هزینه ها ریز ریز مردم رو فرسوده بکنه، کشور رو فرسوده بکنه. ما جوری درگیر خودمون بشیم دیگه نتونیم هژمونمون رو بسازیم، سلطه خودمون رو به خاورمیانه نشون بدیم. شما میبینید که استاد دانشگاه شیکاگو روابط بین‌المللیش میگه ببینید اصلا بدیهیه که آمریکا تنگ هرمز با ایران نمیخواد بده، چون اگر ایران بر هرمز مسلط بشه 4مین ابرقدرت جهانه. دقت کنید، یعنی آمریکا، روسیه، چین و ایران، یعنی نه انگلیس اسپرده میشه نه فرانسه برنده که کشورها بزرگ و قدرتمندن، اتمی ان، اما هژمون ندارن. بود و نبودشون بر دنیا اثری نداره، اما ایران داره. این ساختنش هزینه داشتیم، ما به نتیجه میرسیدیم. دلیل مخالفت‌های امثال بنده این بود گذر زمان حرف کیو اثبات کرد. گفتیم اینا بعد عهدن، گفتیم اینا. الان چیکار باید کرد آقای رائفی پور؟ الان عرض بنده اینه، الان هم هر چه زودتر جلوی ضرر رو بگیریم بازم منفعت. یعنی چی؟ گفت هر کلاغی که از باغت روندی 2 تا گردو منفعتت. خب یعنی چی؟ یعنی اینجا حلش بکنیم، محکم بیستیم، یه جنگی رو به تن بخریم. ما جنگ طلب نیستیم، اصلا هم دوست نداریم، از خدامون بوده بشه با مذاکره چیز درست بشه، اما میدونستیم طرف مقابلمون جرزن و پدر سوخته است. خب اینجا حلش بکنیم بهتر از اونه که 6 ماه دیگه بخوایم حلش بکنیم. راحت تر میتونیم این کارو کنیم. چرا؟ چون یه دست اندازه دیگه ترامپ داره جلوتر، اونم انتخابات آبان ماهشه. اونو رد بکنه هیچی دیگه براش مهم نیست. تا 2 سال خیالش راحت، هر کاری بخواد میکنه. باید چنان فشار براش آورد که تو مجلسشون دموکرات‌ها بیشتر رای بیارن، دموکرات‌ها بیشتر بشن، شک نکنید ترامپ استیضاح میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها خودشون 100 تا مشکل دارن، 100 تا اختلافات دارن. وقتی میگه اللهم مشغل الظالمین بالظالمین، خدا ظالما رو با ظالما مشغول کن، وقتی میگیم خدا گرسنه‌ها رو سیر کن، ما خودمون غذا میخریم میدیم به گرسنه. اینجا شما باید بلد بشین ظالما رو به جون هم بندازی. راهش همینه. اینا در درون خودشون قلوبهم شتی، قرآن میفرماد دلای اینا پاره پاره است، تیکه تیکه است. اینا خودشون اختلافات دارن. ما نباید کمک کنیم. ما دقیقاً به ترامپ کمک کردیم جام جهانی رو رد کنه. الان هم میخوایم ترامپ کمک کنیم که مثلا چی رد کنه؟ طرف صراحتاً اومده گفته حملات جنگ با ایران 2-3 هفته دیگه طول خواهد کشید. این آتش بس هم داره از الان اعلام میکنه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم به ایرانیا فشار بیارم، یعنی انقدر امید داره در داخل ما، تصمیمات جوریه که اونجوری که اون میخواد پیش میره. حرفش اینه دیگه. بزنید تو دهنش.
مگه رهبر شهیدمون نگو ما نه جنگ تحمیلی رو میپذیریم نه صلح تحمیلی رو؟ یعنی چی؟ اونجا که تو آتش بس تحمیلی رو، یعنی اونجا که به نفعته بیای تمومش بکنی، تا اونجا که داره به من فشار میاد جنگ ادامه میدی، اونجا که به تو میخواد فشار بیاد تمومش میکنی. الان اینا دارن ما رو به قول آپزمون میکنن. رسما ریز 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 از یه دکل سیریک شروع کرده، رسیده به زدن بیمارستان کودکان سرطانی در اهواز، رسیده به زدن فرودگاه سمناز، رسیده به زدن آسایشگاه سربازای بنده گونه خدا، سربازی که مجبوره، اسم دیگه سربازی اجباریه دیگه، کسی که اینقدر صفاک و پدر سوخته است. البته این نشون میده که ضربات خوبی خورده، حتما دردشون گرفته که اینجوری دارن جبران میکنن. خب اما بدونیم زدن پایگاه ها دیگه برای آمریکا بازدارندگی نداره. و نکته دیگه باز یادمون نره اسرائیل خیلی هوشمندانه اصلا عامل جنگ اون بوده، کشیده عقب دیگه، الان داره نون و ماستشو میخوره، ما آمریکا و عربا درگیریم. همینو میخواست. کار یهود همینه. یهود پدر سوخته است. یهود نه عده داره، نه عده داره، نه جربوزه داره، نه ارزه داره. همیشه میکشه کنار، بقیه رو میندازه به جون هم. همیشه همینجوری بوده. و وقتی جنگیدن همه فرسوده شدن، میاد کارشو انجام میده. ما اسرائیل رو فراموش نباید بکنیم. اگرم پایگاه آمریکا رو میخوام بزنیم، بزرگترین و مهمترین پایگاه آمریکا تو منطقه که توی زن و بچه هم زندگی میکنن، انقدر پایگاهشون بزرگه، اسم دیگهش اسرائیله. اونجا رو باید زد. نکات دیگه باشه بازم همینجا خدمتتون عرض میکنم. یا علی.